حوالی ساعت 11 شب امی میخواست دوستاشو به خونشون دعوت کنه، اما پدر و مادرش اجازه ندادن. علیرغم خواهشای امی اونا منصرف نشدن. امی خیلی عصبانی شد و بهشون گفت آرزو میکنم کاش مرده بودید و رفت تو اتاقش. اون شب وقتی خواب دید پدر و مادرش تو تصادف مردن. وحشت زده و خیس عرق از خواب پرید و از حرفی که به پدر و مادرش گفته بود خیلی پشیمون بود. دلشوره عجیبی گرفته بود. برای همین رفت تو اتاقشون تا بیدارشون کنه، ولی اونا اونجا نبودن. با ترس همه جای خونه رو گشت ولی پیداشون نکرد. ناگهان از طبقه پایین صدای پا شنید و رفت ببینه کیه. یهو مردی رو دید که توی دستش یه ساطور قصابیه و مامان باباشو دید که افتادن روی زمین. جیغ زد و سعی کرد فرار کنه، ولی مرد خیلی سریع‌تر بود. امی گریه میکرد و جیغ میزد و باورش نمیشد که پدر و مادرش مردن. مرد به امی گفت من تو خونتون قایم شده بودم و صداتو وقتی آرزوی مرگشون رو کردی شنیدم. الانم آرزوتو برآورده کردم. حواست باشه چه آرزویی میکنی خانم کوچولو.